به نام خداوند بخشنده و مهربان. حمد و ستایش خداوندی را که به ما نعمت ایمان عطا نمود و ما را از پیروان قرآن گردانید. و درود و سلامی پیاپی بر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که اخلاق و رفتار ایشان تفسیر و بیان احکام و آداب قرآن بود. اما بعد دوستان عزیز، علامه اقبال لاهوری، این شاعر قرآنی، من و شما را و هر یک پیرو قرآن را خطاب کرده میگوید: چون مسلمانان اگر داری جگر، در ضمیری خویش و در قرآن نگر. صد جهانی تازه در آیات اوست، عصرها پیچیده در آیات اوست. یک جهانش عصر حاضر را بس است، گیر اگر در سینه دل معنی رس است. بینندگان ارجمند، علاوه بر سلسله برنامه‌ای که با نام در سفره قرآن در یوتیوب کانال نجم در استفاده و اختیار شماست، باز این سلسله برنامه دیگری با نام قاعده های قرآنی است که پیشکش شما می‌گردد. مقصد از این برنامه تفسیر و بیان بعضی از هدایت های قرآنی است که در جمله های قرآنی همچون قاعده و قانون برای حیات ایمانی و سالم آمده است. آنگونه که ما در راه اگر میبراییم میباید قاعده های حرکت راه را رعایت کنیم، وگرنه به صدمه ها دچار میشویم. این گونه در زندگی نیست. قاعده های حرکت راه وجود دارد که قرآن این قاعده ها را برای ما داده است. پس هر کی از این قاعده ها بیرون حرکت میکند البته به صدمه ها دچار میشود. تنها فرقش این که صدمه های معنوی، صدمه های باطنی، صدمه های اخلاقی یعنی محسوس نیستند، به چشم دیده نمیشود. وگرنه انسانی که از قرآن دور میماند خیلی در هر قدم صدمه ها دارد. پس میباید در زندگی که از اون راهی از خانه تا بازار رفتن تا جای کار رفتن، مسیر زندگی ما مهمتر است، چون که سرنوشت ما وابسته به چگونه حرکت کردن در این مسیر است، در این راه است. میباید از قاعده های حرکت راه که قرآن برای ما داده است استفاده برد. باید آن قاعده ها را رعایت کرد. دوستان عزیز، قرآن کتابی است که هر کی در روی آوردن به آن تأخیر کند، دیری کند، حتما در نهایت عمر خود تأسف میخورد و میگوید کاش پیشتر به آن روی می آوردم و کاش یک روزی بیشتر با قرآن دوست و آشنا می بودم. و هر کی سری وقت با قرآن آشنا باشد، برکت این کتاب چنان فراوان است که در نهایت عمر تمنا می کند که کاش وقت بیشتر را، ساعتهای بیشتر را با این کتاب سپری می نمودم. دوستان عزیز، قرآن عظیم الشأن کتابی است که بیشتر از 1000 سال این جانب مفسران و متفکران و فیلسوفان و جامعه شناسان و روانشناسان از بحر پرگوهر آن همه روزه در موضوع انسان، در موضوع اخلاق، در موضوع قانون، درباره همه کائنات، همه موجودات علم و هدایت ها و سر و ارشادات استنباط و استخراج میکنند. و همیشه این بحر پرگوهر برای آنان معنای تازه، سری دیگری، هدایتی دیگری میبخشد. کتاب است که در شأن آن پیامبر صلی الله علیه و سلم، این فرستاده گرامی قدری که این کتاب به ایشان نازل شد، در وصف آن گفتند، آنگونه که امام ترمذی حدیث را روایت کردند: لا یشبع منه العلماء ولا یخلق عن کثرة الرد ولا تنقضی عجائبه. کتاب است که عالمان و دانشمندان تشنه علم و حکمت از آن سیر نمیشوند. کتاب است که از تکرار زیاد کهنه و افسرده نمیگردد. کتاب است که عجابت‌های آن پایان ندارد. در نخستین آیتش این کتاب انسان را به خواندن امر نموده است. مقام و منزله عقل را بالا برده است. در 10 ها بلکه در 100 ها آیه به تفکر کردن، به اندیشیدن امر میکند، فرا میخواند. قرآن کتاب است که به مرده دلان حیات میبخشد، به روان پر اضطراب اطمینان میدهد، عقل حیرت زده را از تحیر و پریشانی رها میکند. دوستان عزیز، آن بزرگانی که در میدان علم و هنر و اختراع سرآمد عالمند و با زحمت و مهنت خود، با دانش خود برای حیات بشریت تأثیری چشمرسی گذاشته رفتند، همچون ابن سینا در طب، ابن خلدون در جامعه شناسی، بلخی و غزالی و ابن قیم در روانشناسی، ابوبکر رازی در کیمیا، ابن هیثم در نورشناسی، همه در خورد حافظان این کتاب بودند و زبان حالشان چون زبان مقال حافظ گفته است: هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم. یکی از جنبه های عظمت و بزرگی قرآن در این است دوستان عزیز که یک جهان هدایت ها را، یک جهان معنی را در یک جمله کوتاه، در یک چند لفظی به شمار جا می کند.
از این است که لفظ قرآن نیز همچون معنای آن معجزه است. کس در یک آیه کوتاه آن، حتی در یک جمله از آیت میتواند یک جهان هدایت و ارشاد و راهنمایی یابد که در هر عصر و زمانه برای هر یک انسان مفید است، راهنماست، هدایتگر است. این کتاب برای همه عصرها تا روز قیامت، برای همه بشریت، صرف نظر از رنگ پوست آنان، صرف نظر از زبان آنان نازل شده است. لتنذر القرى و من حولها این هو الا ذکر للعالمین. این پیام، این رسالت آخرین خدا برای همه عالمیان است، مخصوص عرب نیست، مخصوص کدام قوم معین نیست. کتاب است هدایت، نور، رحمت، قانون و دستور برای همه انسانیت در همه عصر و زمان تا روز آخرت. خداوند عزوجل در سوره انعام در شأن این کتاب آیه دارد، فرموده قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفیظ. بیشک ای مردم برای شما از جانب پروردگارتان راهنمودهای روشن، هدایتها، ارشادها آمد. پس هر که توسط این هدایتهای الهی راه حق را یابد، فایده راه یافتن او به خود او برمیگردد. و هر کی نادیده شود، کور شود، میگوید آیت و من عمیه، هر کی نادیده گیرد، راه حق را نبیند، این هدایت های قرآن را در خود، در زندگی خود استفاده نکند، به قرآن رو نآرد، بلکه با راهنمودهای دیگری که بر خلاف قرآن است زندگی کند، فعلیها، پس زیان راه گم کردن او به خود او برمیگردد. مالک ابن دینار، یکی از بزرگان پیشینیان اسلام، گفته ان القرآن ربیع المؤمن کما ان الغیث ربیع الارض. قرآن مایه حیات قلب مؤمن است، همانگونه که باران مایه حیات زمین است. همانگونه که زمین و باران زنده می شود، خداوند توسط باران برای زمین حیات می بخشد، قلب مؤمن نیز به باران قرآن زنده می شود، احیا می گردد. گر تو می خواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز به قرآن زیستن. حفظ قرآنی عظیم آیینی توست، حرف حق را فاش گفتن دینی توست. از یک آیینی مسلمان زنده است، پیکری امت به قرآن زنده است، میگوید علامه اقبال. پس مسلمان حقیقی، دوستان عزیز، میباید به قرآن مراجعت کند. در نوبت اول خود را به قرآن پیشکش کند، خود را در آینه قرآن ببیند، اعمال خود را، رفتار خود را، مناسبت‌های خود را در ترازوی قرآن بسنجد، وزن کشد. ز قرآن پیش خود آینه آویز، دگرگون گشته ای از خیش بگریز، میگوید علامه اقبال. دوستان عزیز، چرا انسان میباید به قرآن مراجعت کند؟ در هر کار و کوشش، پیش از هر کار و کوشش اصلا از قرآن بپرسد. و چرا نور قرآن را شمع راه خود در زندگی قرار دهد؟ زیرا اینکه قرآن هدایت و راهنمودهای آفریدگار انسان است که هیچ کس از او تعالی دیده مهربانتر، داناتر، حکیمتر، مشفقتر نمی‌یابد. خداوند عزیز و حکیم و خبیر و علیم به بنده این هدایت ها را داده تا زندگی سالم داشته باشد. این خریطه راه است که در زندگی طبق این خریطه قدم زند. قرآن چنان کتاب عظیم، چنان کتاب بابرکتی است که انسان وقتا به آن رو آرد، آن را داشته باشد، با آن آشنا شود و زندگی خود را با قرآن گذراند، اگر به غیر از قرآن دیگر هیچ مال و متاع دنیا هم به او نصیب نگردد، واقعا ثروتمندترین، توانگرترین، سعادتمندترین شخص محسوب است. و در عکس حال هر که اگر از قرآن بیگانه باشد، از هدایت های قرآن غافل باشد، قرآن از زندگی او دور و او از قرآن دور زندگی کند، حتی اگر همه گنج دنیا را به دست آرد هم در نهایت خواهد دید که هیچ چیز ندارد، در حسرت و ندامت همیشگی قرار میگیرد. دوستان عزیز، درد و بیماری ها دو نوعند: دردهای ظاهری، بیماری های جسمانی، و دردهای باطنی، بیماری های قلبی. درد و زخم های بدن با قرص های دارو، با سوزنداروهای طبیبان دوا می شوند، اما دردهای قلب، دردهای روانی، دردهای اخلاقی را قرآن دوا می بخشد. خداوند عزوجل قرآن را وصف نموده گفته
یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنین. خداوند بندگانش را خطاب کرده میگوید ای مردم، یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، همانا برای شما از جانب پروردگارتان پند و موعظه آمد رسید. و شفاء لما فی الصدور، و دوا برای بیماری هایی که در دل هاست. قرآن شفا می بخشد، نور می بخشد، صفا می بخشد، قلب ها را طبابت می کند. و هدی و رحمت للمؤمنین، و هدایت و رهنما و رحمت برای مؤمنان است. قرآن این بزرگترین کتاب قانون، دقیق ترین کتاب علمی، شامل ترین کتاب اخلاق، صحیح ترین کتاب تاریخ و والاترین رهنما برای انسان در حیات است. کتابی است که به انسان مهمترین دانش شناخت آفریدگارش است تعلیم می‌دهد. معاد را برای انسان آشنا می‌سازد. کتابی است که مناسبت انسان را با والدینش، با همسرش، با فرزندانش، با همسایه‌اش، با خویشش، با بیگانه، حتی با دشمن تنظیم می‌کند، معین می‌سازد. هیچ خلقی نکو را نگذاشته مگر که انسان را به سوی آن با اسلوب‌های گوناگون تشویق نموده، فرا خوانده، و هیچ یک خلق زشت را نگذاشته مگر که انسان را از آن دور نموده، هشدار داده. دوستان عزیز، قرآن کتاب است که خداوند عزوجل ما را به سوی آن فرا خوانده گفته: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ای اهل ایمان، ای کسانی که ایمان آورده اید، وقتا خداوند و پیامبرش شما را به سوی چیزی فرا می‌خوانند که به شما حیات می‌بخشد، اجابت کنید، دعوت آنان را پذیرید. دقت کردید دوستان عزیز؟ لما یحییکم، شما را به چیزی فرا می‌خوانند که به شما حیات می‌بخشد. بنابراین دانشمندی را پرسیدند که به طور مختصر گویید که قرآن برای شما در زندگی شما چه نقش دارد؟ گفت القرآن حیات لحیاتی، قرآن برای حیات من حیات است. هر که به حق زیست جز مردار نیست، گرچه کس در ماتمی او زار نیست. به قرآن زندگی کردن برابر با مرگ است. دوستان عزیز، عظمت این کتاب منتها ندارد، وصف این کتاب پایان ندارد. تنها در پایان سخن به این چیز میخوام تاکید نمایم که هر انسان میباید داند که بزرگترین موفقیت او در زندگی، بزرگترین دستاورد انسان در زندگی این است که با این کتاب پیوند حقیقی حاصل نماید و از پیروان راستین این کتاب باشد. به امید آشنایی بیشتر با قرآن عظیم الشأن و به امید زندگی ساختن در پرتو قرآن در سایه قانونها و هدایت‌های قرآن. خداوند یار و مددگارتان.